سلام، صبحتون بخیر. بچه‌ها ما داریم میریم امروز سمت جزیره. البته یه بار قبلا رفتم براتون ویدیوشو گرفتم، اما امروز دوباره میخوایم بریم. این دفعه مامان بابا هم هستن دیگه، با ما همراه باشین بعد تا برسیم اونجا. صبح خانم، صبح بخیر. صبح بخیر. حالتون چطوره؟ خوشحال. امروز ما رو کجا میخوایم ببرین؟ جزینه. بچه ها هنوز تقریبا 1 ساعت به ساعت حرکت کشتی مونده. بعد اینجا یه دونه توست فروشیه، فقط توست داره. اومدیم یه دونه توست بخوریم، بعد بریم سمت کجا بود؟ جزیره بریم اونجا. خب اینم از افتتاحیه روزمون، فعلا با توسته تا ببینیم ادامش چیا میاد. بچه ها ببین این سوسی هم که گذاشته یه ذره تنده ولی خوشمزه است. اینجا سمت بشیکتاشه، اگر که اومدید حتما بیاین توستاشو امتحان کنید، خیلی خوشمزه است. ببین صبح زوده، بشیکتاش هنوز خبری نیست، خیلی جاها بسته است هنوز. فقط این جاهایی که حالت صبحونه‌ای بازه. بچه ها داریم میریم سمت اسکله کاباتاش که سوارشیم بریم به سمت جزیره ها. اینجا یه موزه است، موزه دریا، یعنی موزه دریاست. توشو نرفتم هیچ وقت ولی یه بار میرم حتما که براتون بتونم ویدیو بگیرم. ببین الان بشیکتاشی که همیشه شلوغه، الان بازم شلوغه ولی تعطیله هنوز. هم آخر هفته است هم صبح زوده، تعطیله. ببین اینجا شبیه چیز ماه، ولیعصر ماه، خیابون ولیعصر تهران. این خیابون از بشیکتاش به سمت کاباتاشه. بچه اینجا هم دلمه باغچه معروفه، این سردر ورودشینا. بذار یه لحظه از جلوتر بگیرم. خیلی خوشگله. بچه ها اینجا هم استادیوم فوتباله، دقیقاً توی مرکز شهر بشیکتاش. استادیوم فوتبال بشیکتاشه. خیلی از مسابقات مهم اینجا برگزار میشه. ببین اینجا هم بشیکتاششو نوشته، پرچم خود تیم و اینا. خیلی از مسابقات مهم اینجا برگزار میشه. وقتی که فوتبال هست این خیابونو کامل میبندن، رفت آمده وسایل عمومی و حمل و نقل عمومی و اینا کامل بسته میشه، خیابون بسته میشه و اینجا مسابقه برگزار میشه. معمولا هم آخر هفته اینا خب پلیسینا یه ذره زیاد میشه. بعد اینم پلیس خانوم. بچه ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. الان که دارم این وایس رو براتون میذارم در حال ادیت کردن ویدیو هستم. خواستم یه یادآوری کنم که لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارین، با دوستاتون شیرش کنید
و از کانالم حمایت کنید، چون خیلی خوب روی روحیه من برای گرفتن ویدیوها، ادیت کردنش، رو کلا همه چی خیلی تاثیر مثبت میذاره. پس اگر که ویدیو رو دوست داشتین، لایک و کامنت و سابسکرایب کانال یادتون نره. مرسی از همتون. بالاخره رسیدیم. من که هنوز هیچی نشده، مومینا خراب شد، آرایشم پاک شد، موم خراب شد. ببینم تا آخر روز به چه حالی در میاد. ببین قشنگ سایه رو انتخاب کردم، تو قسمت آفتاب نخوابیدن، قشنگ سایه. بچه این یه دسر مخصوص اینجاست، حلوا و پنیر و بستنی، خیلی چیز عجیبیه، نمیدونم چه طعمیه حالا. بعد بویوکادا هم کلا بستنیاش معروفه، نصفش تموم شد البته. چطوره؟ معلومه چطور بود پس. خوبه. Böyle bir hırs. O çok tatlı. به اینجا همه با دوچرخه و نهایت این سه چرخه های الکترونیکی رفت آمد دارن، ماشین نیست اصلا. این همه اینجوری با دوچرخه. الان اومد دم نونوایی دوچرخه‌شو گذاشت رفت خرید.
سوگل چه خبر؟ ببین دوچرخه فروشی کرایه میده. اتوشویی هم داره، خیلی جای بامزه‌ایه. ببین هتل هم داره، یه هتل قشنگ کوچولوه جمع و جوره. میشه خسته است این چقدر
دستمال گردنشو ببین جو. ببین اینجا ایستگاه مثلا مینی بوسیناست، میاد کل مثلا آدا رو باش دور میزنی، جزیره رو. How should you do it? My English is not very good. Oh, okay. It's slowly. Okay. How many flavors in the drink? Bardaklar 75 lira. Bir de arkadaki vitrinde gördüğünüz şişe gazozlar var. Onlar da yerel tarihi markalar çoğu. Onlar da 50'şer lira. Dolapta hepsinin soğuğu var. Bunu çekebiliyor muyuz? Tabii ki. Hoş, Instagram kapandı ama. Açılınca bizi de etiketleyebilirsiniz. Evet. Sevda gazozu. Sizin şeyi Balat'ı hep etiketliyorduk. Çok teşekkür ederiz. Balat mı güzel, burası mı? Balat. Değil mi? Balat'tan yeni taşındım da buraya. Bu bitti, gelsin hemen onu Tamam. ilave edeceğim. O sırada sizinkini 126, 130, 142 lira. بچه ها این نوشیدنی های گازداره خودش درست میکرد، طعم‌های مختلف رو ترکیب میکرد. یه شعبه هم توی بالات داره، احتمالا توی ویدیوهای اونجا دیده باشید، خیلی معروفه. اسم مغازش هم سودا گازوزه کلا. بعد طعمش هم خیلی خوبه، خیلی طعم ترشیش رو من انتخاب کردم، خوشمزه میشه. اگر که اومدید امتحان کنید. ببین اینجا دوچرخه اینا رو کرایه میده ها، خیلی باحاله.
بیا دیگه این داره. ساندویچ ماهی. سوگل چطوره؟ الان آدم بهتری شدی؟ زيتين شيك. هرچی اومدیم تو میگروس یه چرخی بزنیم. ولی نگاه هاپو هم اومدن قشنگ جای خنک. اومده دنبال اون بازی. دنبال تو بازی. هات داگ. هات داگ. تو چی اونجور میخارونی؟ تو چی اونجور میخارونی؟ Köpeklerin sahibi siz misiniz? نشستی منتظر این غذاشو بخوری. آره تو صفه. بخوره سی این بره بخوره. ببین اینم کروسانمون ولی آخر از همه اومد چون همین الان تازه درست کرد. حالا اگه پلیس بذاره آمبولانس بذاره حرف بزنم. گوش خوبه؟ تازه داغ ببین. چقدر خوبه. خوشمزه. نوش جان.
سوگلم چایی داره، چایی تازه دم. بچه ها تو کشتی، آره به خاطر ما دم که وگرنه گفت تازه نیستش، خودش گفت یعنی. دیگه داریم برمیگردیم ساعت 7:30 الان داریم برمیگردیم سمت کوکی خونه تنهاست. بچه ها تقریبا ساعت نزدیک 9 تازه رسیدیم به شیکتاش که دوباره سوار شیم بریم سمت خونه، بریم که کوکی حسابی تنها مونده. ما رسیدیم خونه، بریم دیگه پیش کوکی. بعد مرسی که همراه ما بودین تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.